با سلام ها و درودهای گرم به شما بینندگان عزیز برنامه تلویزیون آلترناتیو شورایی. با رفقا تقی تام و حماد شیبانی هستیم و نگاهی میکنیم به اهداف واقعی ترامپ از سفر به خاورمیانه، مسئله فلسطین و غزه، آینده این منطقه چگونه خواهد بود. درود بر شما تقی عزیز. درود بر شما و درود بر شنوندگانتون، بینندگانتون، همطور دوست عزیز من حماد. این دونالد ترامپ الان داره میاد به خاورمیانه، بسیار از اهداف اقتصادی و نظامی و دیپلماتیک اون حرف میزنن که یک تلفیقی از پیگیری سرمایه‌گذاری‌های عربی و قراردادهای تسهیلاتی تا احیای توافق ابراهیم و به اصطلاح حل بحران غزه به گونه‌ای، در حالی که مسئله جنگ غزه و پاکسازی نژادی و قومی و ملی مردم فلسطین در غزه ادامه داره به شکل وحشتناکی و مسئله گروگان ها همچنان روند عادی سازی رو تا حد زیادی متوقف کرده، ترامپ تلاش داره که با جلب حمایت قطر و امارات و سعودی ها هم پنجره دیپلماسی رو باز بذاره و هم ابتکاری برای این منطقه و در واقع پیدا کنه. شما ارزیابیتون از این سفر چه هست و چگونه میبینین این پیمان به اصطلاح ابراهیم و سفری رو که ترامپ داره در منطقه؟ من فکر میکنم که این بحث رو میشه در 3 محور باز کرد و ابتدا به اهداف کلی به اصطلاح سیاست جدید امریکا به این قضیه پرداخت و بعد به جنبه های دیگرش. اولین محور اینه که فاصله ای که به نظر میاد که امروز سیاست ترامپ از سیاست طرفداری مطلق از اسرائیل اندکی فاصله گرفته. این فاصله حالا تا کی و چگونه خیلی معلوم نیست، برای اینکه این بر طبق نظر بعضی از صاحب نظران ترامپ یک سیاست آفیشاژ داره، یعنی باید یک چیزایی رو بکنه، فیل هوا کنه و بعد به هر حال 4 روز بعد ببینه چی میشه، عوض بکنه. یا این کاری که تا این 100 روز تا 3-4 ماه حکومتش کرده اینه، در عین حال که یک چیزای ثابت، یک عوامل ثابت سیاسی اقتصادی پشت قضایه هاست که اون دیگه ترامپ نیست، اون امریکاست و به هر حال منافعش و اینها. این یک محوره. محور دوم اهمیتی که ترامپ برای کشورهای خلیج فارس قائله و همه میدونیم که خلیج فارس و ایران قائله و میدونیم که مسئله سرمایه‌گذاری‌های سنگین مطرحه، میدونیم که مسئله پیمان‌های سیاسی نظامی بسیار بسیار مهم مطرحه و از این بابت باید به هر حال قضیه رو فهمید. سومین محور منافع شخصی، حالا این رو خیلی خیلی بهش پرداخته نمیشه، منافع شخصی ترامپ، خانوادهش و نزدیکانشه، منافع کاملا شخصی که در امریکا سر صدای زیادی هم به پا کرده و مطبوعات بهش حمله میکنن و میگن که این نشان دهنده این مناسبات فاسدی. حالا بر تمام این مناسبات، بر تمام این به اصطلاح جنبه ها، سایه نسل کشی تو غزه هست. یعنی امروز کسی نیست تقریبا که به این قضیه نپردازه و دنبال راه حل نباشه. دولت‌های عربی هم نمیتونن از این بابت، ضمن این که حالا در ماهیتشون، در عمق منافعشون، مصالحشون چی اقتضا میکنه، نمیتونن از این قضیه رو نادیده بگیرن. بنابراین سایه این
مسئله نسل کشی و سلطه اسرائیل هم هست. حالا من سعی میکنم تو این 3 محور توی چند دقیقه که بهم وقت میدین، هر وقتم تموم شد بفرمایید که قطع میکنم، تو این 3 محور سعی میکنم که به هر حال یک سری فکت ها رو بیان کنم که مؤید به هر حال این چیز باشه، این گرایش‌هایی باشه که امروز داره دنبال میشه. محور اول گفتم که فاصله گرفتن از سیاست اسرائیل. تا اخیراً یک نامه از فریدمن، توماس فریدمن پخش شد، نامه سرگشاده که خب تو روزنامه دیدیم. این نامه خیلی مهمه، نشون میده که به اصطلاح دولت اسرائیل، این دولت کنونی اسرائیل دوست ما، یعنی دوست امریکا نیست. نتانیاهو دنبال منافع خودشه. نمیدونم این بحثایی که تو نامه میکنه که هست، همه میتونن بهش مراجعه بکنن. و در این حال ترامپ رو تشویق میکنه که شما خیلی خوبه که موضع مستقلی گرفتین و مستقل در رابطه با دولت کنونی اسرائیل و چیزایی رو هم مثال میزنه که خودمون همه میدونیم. مناسبات آمریکا با حوثیای یمنه که تو 2 روز صحبت شد، قرارداد بستن که دیگه به کشتی آمریکا حمله نمیکنه. آمریکا گفت من به شما حمله نمیکنم، اسرائیل هم کناره. یعنی به هر حال یک استقلال نسبی رو نشون میده. با حماس، مذاکره مستقیم امریکا با حماس که خارج از باز دوباره اون چارچوب تعیین شده توسط دولت نتانیاهو دنبال میشه که به این داستان آزادی این دیروز گروگان آمریکایی هم درست تو همین جنبه توضیح داده میشه و اون جنبه به اصطلاح دیگری که امریکا تصمیم گرفته خارج از کادرهای قانونی بین المللی، سازمان ملل و سازمانهای کمک رسانی بین المللی، همه اون چیزایی که میدونیم، بیاد و خودش به اصطلاح کمک رسانی رو در دست بگیره با حمایت و با نظر اسرائیل. و البته آنچنان این قضیه ناچیز قبول کردن که مثلا در روز 60 تا کامیون وارد بشه، در حالی که تا قبل از همین چیز اخیر 600 تا نمیدونم چند صد تا وارد میشه. خلاصه این داستان رو امریکا مستقلاً، میگم خارج از تمام اون کادرهای موجود بین المللی، در دست گرفته. اینا همش در چارچوب همون سیاست آفیشه که یک چیزی رو بزنه بگه من بردم، در حالی که تو این 100 روز حکومت همه وعده هایی که داده، مطلقاً همه وعده هایی که داده نادرست از آب در اومده و هیچ کدوم عملی نشده. عرضم به حضورتون که یک چیز دیگه، یک نکته دیگه این که این اشاره کردم به مقاله فریدمن، این فقط یه مقاله نیست، این نشانه یه گرایش بسیار بسیار قدرتمند یهودیان آمریکاییه و تأثیری که به اصطلاح اینا روی هم دارن و میشه به هر حال در یه چیزای نانوشته از این تو در آورد. یک چیز دیگه، نشانه دیگه درباره از این استقلال نسبی، نامه چندی پیش، مقاله چندی پیش جفری ساکس هست که در اون جفری ساکس با یک زبان، با وجودی که آدم خیلی خیلی معتبر در ادمنستراسیون، در این میشناسن، همه میشناسنش، با یک زبان غیر به اصطلاح معمول نتانیاهو رو فحش داد. تو اون نامه، تو اون چیز نوشته فحش داد و حالا من عفت کلام اجازه نمیده که فحششو بیان کنم. و این رو ترامپ توی چیز خودش گذاشت، تو توییت خودش گذاشت. یعنی میخواست نشون بده که ما در این حال 2 تا چیز داریم، 2 تا نگاه داریم. بنابراین در این حال ما تو فرانسه، کسانی که دوستانی که تو فرانسه نگاه میکنن
شاهدن که تو چند روز اخیر یه عده آدمای از جمله اون خانم به اصطلاح خاخام سرشناس فرانسوی که مستقیما موضع گرفتن، شخصیت‌های برجسته دیگر باز یهودی تا دیروز طرفدار اسرائیل امروز هم هستن، البته این بحثی نیست، ولی این شکل از به اصطلاح نسل کشی رو دیگه فکر میکنن که این خارج از هر نوع معیاریه که بخوایم برای دفاع یا برای نمیدونم پیشبردی سیاست، جز در خدمت منافع راست اکستریم راست اسرائیلی و شخص نتانیاهو و دار و دستش نیست. بنابراین یه مقدار زیادی فاصله گرفته شده ازش. در این توی محور دوم بحث سیاست امریکا در به اصطلاح خاورمیانه است. من فکر می‌کنم یه مثالی رو توی خلیجه، یک مثال مذاکرات ایران و آمریکا رو در این زمینه اگه در نظر بگیریم یه مقدار یه چیزایی رو به ما میگه. توی تلویزیون ها، تو مطبوعات بسیار ضد و نقیض صحبت میشه که فقط ضد و نقیض بودنش هم ناشی از این نیست که نظرات مختلفه، ناشی از تناقضاتی که در درون خود ادمنستراسیون جناح‌های مختلفی که در وزارت خارجه هست یا کم و بیش شناخته شده هست دیگه. اون یه عده طرفدار نمیدونم جنگ و نابودی ایرانن، یه عده نمیدونم مذاکره، همین بحثایی که همه میدونن. ولی عملا پای میز مذاکرات میشینن و چهارمین دور مذاکرات یه نکته تازه‌ای رو آشکار کرد. اونم این بود که البته قرار بود که مذاکرات درز نکنه نتیجهش و اعلامیه داده نشد، در اون به اون معنا درز نکرد، ولی شیخ همون واسطه عمانی گفت ما به یک چیزای جدید، به یک راه‌حل‌های جدید تو این جلسه رسیدیم و هر دو طرف ایران و امریکا هم، دولت ایران و دولت امریکا هم اظهار رضایت کردن و به هر حال قرار ادامه بدن. حالا داستان اون چیزی که از یه جای دیگه به اصطلاح آدم دریافت میکنه اینه که ادمنستراسیون امریکا بنا به خواست اسرائیل و خواست خودش و اینا میخوان ایران تمام این سیستم چیز رو بزنن، نابود بکن، از بین ببرن و اینا، غنیسازی اورانیوم و این داستانا رو بذارن کنار و بعدم میگن که شما اگه راکتور دارین و میخواین بازم داشته باشین مثل خیلی کشورهای دیگه وارد کنین. دولت ایران هم میگه که نه، ما این تکنولوژی رو خون دادیم، پول دادیم، چیکار کردیم و اینو میخوایم حفظ بکنیم، حق ماست و نمیکنیم، سر این سازش نمیکنیم. این یه نقطه گرهی بود که داشت به یه جاهای میرسید. یه عنصر همین دیروز پریروز مداخله کرد که به نظر من این که مذاکرات ادامه خواهد داشت و احتمالاً به جایی میرسه که حالا در چارچوب همین منافع قابل توضیحه، اینه که اون پیشنهاد عربستانه که بیایم یه کنسرسیوم به اصطلاح هسته‌ای در خلیج درست بکنیم، در خلیج فارس، که همه عضوش باشن. ایران رو اسم نبرد عربستان، ولی به طور مشخص از چیزا، از این صحبت‌ها و از این رضایت‌هایی که بیان میشه و از این که بالاخره میخوان یه راه حلی پیدا بکنن علیرغم اون جناحی که میخواد جنگ رو بندازه، به نظر میاد که ایران جزشه. یعنی من این عناصر پازل به اصطلاح گوناگون رو که کنار هم گذاشتم، دیدم چیزی که قرار بود قطع بشه و از یه جهتی وصل شده و به نظر میاد که ادامه پیدا میکنه. حالا در هفته آینده یا هفته آینده خواهیم دید که این قضیه به کجا میرسه. عرضم به حضورتون، خب ما گفتیم که مسئله سیاست آمریکا در خاورمیانه، در خلیج، این محوریه.
چرا؟ از نظر اینکه امریکا باید در مقابل چین، همونطور که همه میدونیم که میخواد به هر حال دشمن اصلی یا رقیب اصلیش رو چین میدونه و خب به هر حال باید نگاهش بیشتر به این بره و میدونیم که چین هم توی خلیج فارس نفوذی داره، قراردادهایی داره، حتی موجب شد که عربستان با ایران به نوعی تفاهم برسه. اینا چی داستاناییه که همش توی چند ماه گذشته دیده شده و خونده شده و این امریکا این رو خب طبعا تحمل نمیکنه، دلش میخواد که برگردونه دیگه چیز رو، این کفر به نفع خودش برگردونه. خب میدونیم که مسئله سرمایه‌گذاری‌های سنگین عربستان در امریکا رو پیشنهاد میکنه، میدونیم که دلش میخواد که پایگاهاش و پایگاه‌های به اصطلاح بندری و اینا رو تقویت کنه، کاری رو که در همین چند روز گذشته انجام شد اینه که اون بزرگترین شرکت چینی صاحب بنادر متعدد در این ور و ور دنیا، از کانال پاناما گرفته تا خلیج فارس، در حقیقت عملا مجبور شد که بخشی از بنادرش رو به آمریکایی و سرمایه های آمریکایی بفروشه، به بلک راک فروخت و این رقم های خب حالا گنده 20 چند میلیارد دلار و اینا. یه بخشی از این بنادر توی خلیج فارس هسته، تعدادی از این بنادر اینجا هستن این ورور، یعنی شروع کرده یک نوع به اصطلاح سیاست تهاجمی برای برگردوندن منافع آمریکا به طرف منافع اقتصادی خلیج به طرف خودش. عرضم به حضورتون که این ما تصور میکنم که مذاکراتی که ترامپ در عربستان خواهد داشت که بعداً به قطر و به امارات و اینها هم خواهد رفت و اینا همش در جهت این هستش که مذاکرات قبلی، یعنی توافقهای قبلی ابراهیم رو به قول معروف بتونه به نوعی از سر بگیره یا دوباره راه بندازه یا دوباره فعال بکنه، ولی به شیوه قبلی به نظر میاد که نمیشه. یعنی به نظر میاد که این دفعه باید یک نوع به اصطلاح معادلات جدیدی رو دید و گفت، از جمله این که خب بالاخره مسئله غزه، مسئله فلسطین رو نمیشه به شکل قبلی کاملا نادیده گرفت و شاید این جنبشی که در فلسطین الان هست اینها همه رو وادار کرده که بالاخره یه راه حلی پیدا بکنن، یا راه حل نسل کشی جاریه که خب این رو میدونیم که حتی ترامپ هم دلش میخواست که این قضیه رو خالی بکنن، نمیدونم ریویرا بسازن. این داستانهایی که نگاه اینا یه مقدار نگاه دلال معاملات ملکیه در حقیقت، ولی خب این یه خواست ایناست. اونور به هر حال یک جنبش بسیار قدرتمند حق طلبانه وجود داره، مقاومت وجود داره و از این طرف افکار عمومی مردم دنیا هم داره میچرخه. ما در کشورهای اروپایی به خوبی شاهد این داستان هستیم که تو این کشورهای دموکراتیک تا 4 روز پیش شما جرأت نمی‌کردین 4 کلمه درباره اسرائیل بگین و فوراً برچسب آنتیسمیت می‌خوردین و به اصطلاح سرکوب. این داستانا داره یواش یواش عوض میشه، به خاطر اینکه واقعا تو قرن 21 حالا میشه این کارا رو کرد، میشه بازم میشه نسل کشی کرد، بازم میشه همین بی‌عدالتی‌ها رو کرد، ولی امروز افکار عمومی مردم دنیا خب دیگه بی‌طرف نیستن. به اصطلاح جنوب گلوبال بی‌طرف نیست و فعال به اصطلاح واکنش میکنه. باید به این هم به حساب آورد جواب داد. ما حالا برای محور بعدی رو قبل از اینکه شما بپردازین با رفیقمون همات شروع کنیم که بعد بتونیم به محورهای بعدی بپردازیم. عزیزتون
درود بر شما حماد جان، معذرت که منتظر شدید. شما چگونه می‌بینید اهداف ترامپ رو و خصوصا این مسئله؟ خب نسل‌کشی به قول رفیقمون تقی همچنان ادامه داره و همچنان بمباران جنگنده های اسرائیل تو غزه و نسل‌کشی و کشتار کودکان هست. همچنان در واقع در غرب مسئله در واقع این کشتار جمعی توسط دولت‌ها علیرغم نق و انتقادهای کوچکی که میکنن همچنان در واقع با انتقادهای جدی و مجازاتهای مطلقاً روبرو نشده، اما در هر حال علیرغم تأخیرها میشه گفت یک تغییراتی در حال پیش رفتنه. شما چگونه میبینید؟ من قبل از هر چیز هم به شما و به رفیقمون تقی سلام میکنم و همینطور حضور شنوندگان عزیز این برنامه و بینندگان گرامی این برنامه سلام دارم. نکات بسیار مهمی رو رفیقمون برشمردن که من فکر میکنم که مجموعاً باید قبل از هر چیز توافق خودم رو با بخش مهمی از صحبتایی که کردند بیان بکنم و اینکه خب هم نظریه بسیار زیادی وجود داره. مهمترین نکته‌ای که رفیق دست گذاشتن روش اینه که این تحولاتی که ما این روزا میبینیم نه به خاطر به اصطلاح نزول یا تناسخ یک روح انسانی در آقای ترامپ و نه در واقع کم شدن فشار نظامی اسرائیلی. آنچه که باید اعتراف کرد به رغم اینکه هر موضعی ما نسبت به رهبری مقاومت و به ویژه حماس داشته باشیم در سرزمین‌های تحت اشغال و زیر هدف پاکسازی به ویژه در غزه، باید اذعان بکنیم که حماس تا همینجا به ویژه در این 2-3 ماهی که تن داده بود به یک سری در واقع سازش هایی که میتونست به نفع توقف جنگ و کشتار تموم بشه، حتی پذیرفته بود که اصلا در ساختار سیاسی آینده شرکت نکنه و همه چیز رو بسپره به یک نیروی مورد توافقی که از درون نشست‌های مجموعه نیروهای سازمان آزادی بخش فلسطین و سایرینی از جمله خودش که توی ساختار سازمان آزادی بخش فلسطین نیستن قبول کرده بود که در واقع بسپره به دست اتوریته فلسطینی به رهبری محمود عباس. اما محمود عباس تا حدودی به دلیل مجموعه شرایطی که خودش درش قرار گرفته و باطلاقی که اسلو بدون تأکید روی اصلاح روشن کردن مسائلی و از دوره عرفات هم این اتفاق افتاده و ربطی هم فقط اون نداره، در یه باطلاقی قرار داشت که زیر یک فشار امنیتی و همینطور فشار باندهای فاسدی که دوروبرش به خاطر حفظ موقعیتی که به دست اومده بود، که من یک ترکیبی از آنچه که میشه گفت دستاوردهای سالیان مبارزه مردم فلسطین به عنوان جایگاه دولت و اتوریته فلسطینی و سازمان آزادی در عرصه بین المللی و مجموعه شرایط امنیتی و سیاست‌های اسرائیل که اونها رو به ورشکستگی در واقع سوق داده بود و همه اختیارات رو در تمام اون نقاط کلیدی که ظاهراً میبایست تحت سلطه اداره خودمختار باشه ازشون گرفته بودن. یک اصطلاحی رو به کار برد که این اصطلاح 2 جور تفسیر شده. یکی این که مثل
یه عصبانیت درون فامیلی برخوردی کرد به حماس، مجموعه چیزایی رو گفت که همین کاری که الان حماس دیروز انجام داده و کلی بر پایه کاری که کرده میتونه تبلیغات بکنه و به نفع به اصطلاح نشون دادن چهره‌ای غیر از اونی که از مقاومت امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و اروپایی‌ها حتی تا حالا نشون دادن از خودش نشون بده، بدون مقابل وقتی که رفت و با ارباب اصلی وارد مذاکره شد و نتانیاهو رو دور زد، نشون داد که سیاست رو میدونه، بلده که چجوری در موقعیت هایی که تمام دنیا همونطوری که رفیق منطقی گفتن به شکل بی سابقه ای داره ریل رو عوض میکنه و از این وضعیتی که آبروی تمام اون در واقع ظاهر حقوق بشری جهان سرمایه‌داری رو زیر سوال میبره که خیلی بهش احتیاج دارن، هم در مورد نزاعشون با چین امریکایی‌ها به ویژه و هم در مورد برخوردی که همین الان با پوتین دارن و با روسیه دارن که نمونه بسیار بارزی از رفتارهای دوگانه‌ای هست، در حالی که رؤسا و مسئولین کشورهای اروپایی بلند میشن با اشتیاق، مثل این که دارن میرن در یک رزم آزادی بخش اروپا و انسانیت شرکت میکنن، میرن در کنار زلنسکی وای میسن و تو قطار چیزهای مختلفی که ازشون نشون میدن، حالا از اینکه مواد مخدر مصرف میکردن که دروغه، ولی کیپوت اون کیپه اسرائیلی رو میز بود، جا مونده بود مال کسی بود و اینو دقیق هم بعضی از روزنامه ها رفت بعد از به اصطلاح تحلیلگرا رفتن روش و نشون دادن که از دور به ماکرون اشاره میشه که اولش متوجه نیست، معلومه که مال خودش هم میتونه نباشه، ولی در هر حال وقتی میبینه که یه افتضاحی داره بار میاد دستش میبره و یه حالت دزدانه اینو میبره میذاره توی جیبش که البته مخالفینش خوب گرفتن از نظر به اصطلاح چیز آبروشو بردن که بین به اصطلاح این که مواد مخدر حشیش کشیدن یا این که این کیپوی با به اصطلاح یهودیه که مال یکی از عناصر صهیونیست مذهبیه که همراه ایناست. حالا اون کیه مهم نیست، ممکنه حتی یه آدم معمولی باشه، چای تیاره باشه. در هر حال آنچه مهمه اتفاقی که دیروز افتاد، حماس کاری رو کرد که در جنبه‌های مختلف قابل توجهه. نخست این که همونطوری که هم اروپایی‌ها و ما وقتی صحبت از ترامپ می‌کنیم باید فشار اروپا رو هم و فشار افکار عمومی که بر اروپایی وارد میشه که به سرعت این 2 ماه اخیر به ویژه شکستن یک طرفه آتشبس و جنایت‌هایی در ابعادی بسیار بسیار فراتر از آنچه که طی این 1.5 سال انجام داده، کشتارهای بی دلیلی که اصلا بدون هر گونه توجیه حتی ارتجاعی فاشیستی که تا حالا می آوردن، همه این کارهای کردن. حتی آرزوی اونا کسایی که این بمباران رو انجام دادن و شخص نتانیاهو و باندش این بود که از شر گروگانها به کلی یک دفعه راحت بشن که ادامه بدن به اون سیستمی که بدون هیچ گونه تردیدی همشون این باند حاکم برش متفق القول هستن و اون ریشه‌کن کردن فیزیکی مردم فلسطین، حالا که نتونستن از طریق باز کردن مرزها به اسرائیل یا اردن بفرستن، اونها رو همونجا مثل همون رفتاری که در واقع ترکیه علیه PKK اعلام کرد که با سلاحاتون همونجا خاکتون میکنیم،
اونها میخواستن مردم رو با حماسشون اونجا خاک بکنن. ولی واقعیت اینه که در درجه اول گستاخی های این جنایتکاران که باعث به اصطلاح یک وضعیت فوق‌العاده اسفبار و غیر قابل توصیفی میشد در غزه، مضافاً که باید تاکید کرد این خبرنگارهای شهروند خبرنگار به اضافه واقعاً نیروهای فلسطینی، کادرهای فلسطینی، این چند تا کانال عربی که در رقابت با هم فقط امکانات مالی و در واقع تدارکاتی بسیار بسیار زیادی رو که از قبل گذاشته بودن در اختیار اینا دارن میدن و هر کسی که دوربینی میتونه به دست بگیره بلافاصله تبدیل میشه به یه خبرنگار حرفه‌ای و دوره آموزشی خودشو زیر بمباران انجام میده. و متاسفانه علاوه بر 200 چندین ده نفری که تا حالا کشته شدن، همین امروز در بمباران یکی از بیمارستان‌های غزه، از بیمارستان‌های نیمه ویران غزه، باز یک خبرنگار، یک سرباز در واقع اطلاعات و اخبار جان خودش رو از دست داد. و در واقع بارها و بارها خبرنگارها نشون دادن که برای رسیدگی به امر مردم و حتی بیرون آوردن اون زخمی ها و کشته شده ها از زیر آوار، دوربینشون رو میذارن کنار و کارشون انجام میدن، کار انسانی که براش ساخته شدن و همبستگی انسانی که نمیتونن اصلا یک دقیقه زیر هیچ بهانه‌ای اون رو کنار بذارن. به همین دلیله که ما شاهدیم علاوه بر البته اونها کادرهای پزشکی هم که داره سر به بالای 1000 میزنه و همین چند روز پیش در هلند 1000 خورده کفش سفید رو که نشانه لباسهای کارمندان و کارگران و پزشکان بخش در واقع صحت و سلامت بهداشتی غزه بودن گذاشته بودن توی خیابون و به نشانه حضور این سربازان جبهه انسانی ازشون تجلیل کرده بودن. دیروز وقتی این کارو کرد، در واقع اولین کاری که کرد اینه که توی اون شکافی که ایجاد شده بین این مجموعه‌ای که تحت فشار افکار عمومی تجلیش توی دولت‌های اروپایی به شکل بسیار گسترده تر از آمریکا دیده میشه و متاسفانه کم بهش ما برخورد میکنیم و در این حال تأثیر این فشارها و شکست‌هایی که رفیقمون اشاره کردن، ترامپ مواجه شده با اون وعده های سرکوبگرانه و خشنی که داده بود و امروز جایی که میتونه آرزوهای اقتصادیش رو و همینطور اون تمایلات شخصیش رو برآورده کنه و خودشو برای یک جایزه صلح نوبل از عربستان سعودی و از شیخ نشین های خلیج فارس در واقع آماده بکنه. اینا نکاتی هست که به نظر من مهم هست بهش بپردازیم. بنابراین یک چیز رو من فقط اضافه بکنم که حماس بی هیچ برو برگردی چندین مورد فاکت هست که هم یکی از رهبرانشون اومد و گفت ما در صورتی که اسرائیل نیروهاشو بکشه بیرون، دولت‌های عربی زیر نظارتشون یک حکومت تکنوکرات برای غزه ایجاد بشه و زیر ارتباط با دولت محمود عباس قرار بگیره، حاضریم سلاح‌هامون رو مذاکره بکنیم و باید ترکیه و مصر مسئولیت امنیتی این مسئله رو، یعنی وقتی ما سلاح‌هامون رو تحویل میدیم
چه بر سر مردم میاد این دوتا کشور باید نشون بدن. یعنی شرط بسیار مهمی هست به نظر من که ایستادگی مصر زیر فشار افکار عمومی و همینطور جنبش اسلامی داخل مصر به حدی هست که این عدم امتناعش از پذیرفتن برنامه ترامپ باعث شده که جزء این کسایی که دعوت میشن و در صف اول این مهمونی های خلیج هستند قرار نگیره و برای حفظ آبروی خودش و به منافع اقتصادی و سیاسی خودش باید در کنار این طرحی که الان از طرف حماس مطرح شده قرار بگیره. سازمان های دیگر فلسطینی همه چیز رو گذاشتن به این که حماس در به اصطلاح پیشا پیش قرار داشته باشه و هر بحثی دارن درونی با اونها انجام بدن و به همین دلیل نیروهایی هم که در بیت المقدس طی پنجشنبه و جمعه بزرگترین تجمع صلح رو کنفرانس صلحی انجام دادن که مکرون مستقیما به اونجا پیام داد. بسیاری از وزرای قبلی از جمله یهود اولمرت و وزیر خارجه سابق فلسطین که برادرزاده عرفات هست و در واقع رقیب تا قبل از اینکه تکلیف برغوثی معلوم بشه رقیب عباس هست و مستقیما هر دوی اینا در یک طرح مشترک فراتر از اسلو، توجه بکنید 1967 معیار اونها برای مذاکره است و یهود اولمرت در سخنرانی خودش گفته بخشی از سرزمین هایی که 1967 اشغال شده 4% از اون، فقط 4% از اون قابل مذاکره است، در مقابلش ما باید زمین بدیم. ولی اینها تأسیساتی هست، جایگاه هایی هست که طی این 50 سال جا افتاده، امروزه نمیشه این رو گرفت. یه دیدگاهی هم وجود داره که دل میبنده به این که دولت فلسطین و دولت اسرائیل به عنوان دو نهاد در کنار هم به وجود بیان به عنوان نقطه آغازی برای همزیستی مسالمت آمیز و زندگی مشترک مردمان ساکن ممنون بین دریا و بین رودخانه، که اینها نکاتی است که من فکر میکنم ما باید با دقت دنبال بکنیم و نقطه های امیدوار کننده رو در این فضای فاشیستی که نتانیاهو به وجود آورده و امریکایی‌ها پشتش هستند و دل نباید خوش کرد به این که الان یک بحث های راجع به شکاف بین اسرائیل و استراتژیکمان نمیتونه آمریکا اسرائیل رو رها بکنه. من ممنون میشم که این مرتبه سوالا رو یه ذره کوتاه‌تر جواب بدید که بتونیم در واقع بهش برسیم. شما از این در واقع اهداف، وقتی از اهداف ترامپ ما گفتیم، یک مأموریت شاید غیر ممکن داره ترامپ داره در خاورمیانه انجام میده، یعنی یک جنگ غزه است که در واقع گلوگاه حیاتی برای دسترسی به هر گونه صلح و مسئله فلسطین، و از طرف دیگه در واقع مسئله ایران هست در واقع توی این مذاکرات و تعرض و سیاست وحشتناکی که در واقع دولت نتانیاهو میخواد در قبال ایران انجام بده و داره مدام در حال تحریک سازماندهی یک جنگه. از اون ور به قول رفیقمون حماد، ترامپ میخواد نه فقط یک چیزی داشته باشه، جایزه صلح رو ببره، توی همین دوره کوتاه هم همین 1-2 هفته حداقل پاکستان و چیز رو زیر فشار قرار داد که اونها بتونن، یعنی آتشبسی رو اعلام کردن و بعدم همین مذاکرات و ادامه مذاکرات هست و اینکه خودش هم تا حد زیادی در ارتباط با مسئله
بن سلمان از عربستان نخواست که شرط به رسمیت شناختن اسرائیل رو تو این مذاکرات حداقل الان مطرح نکرده، هرچند خبرهای در رابطه با مسئله خلیج فارس و تغییر نام این هم مطرح شده بود. اما فکر میکنید بقیه محورهایی که هست چه هست؟ چرا که خیلی میگن مهمترین طرح ترامپ تجارته، میخواد 1 تریلیون دلار پول رو، سرمایه گذاری عربی رو جلب کنه. شما چگونه میبینید رفیق؟ ممنون. من یه نکته کوچیک به اون چیزای نکات بسیار اساسی و مهمی رو که رفیقمون حماد اشاره کرد یه نکته کوچولو اضافه میکنم، اونم این هست که در تایید و در تکمیل، اونم اینه که هفته گذشته به درخواست نروژ بود که دادگاه بین‌المللی حکم داد که اسرائیل باید از سرزمین‌های اشغالی بره بیرون. یعنی این حکم حالا حکم موقت، حکم متوجه این، ولی چنین چیزی رو توی اون بیانیه که تریبونال داد بود. البته این بحثیه که خب واقعا پیچیده است و اصلا نمیشه راجبش حرف زد، چون 700 تا 800,000 تا کلون بردن اونجا نشوندن و اینا رو چجوری باید بیرون کرد و یا باید بیرون نکرد، یا اینا بحثای به هر حال دیگه حالا فکر می‌کنم که خیلی پیچیده‌ایه. در مورد برمیگردیم به ترامپ، من فکر می‌کنم من اشاره کردم که غیر از اون چیزای منافع اقتصادی که برای آمریکا و اون بحثی رو که دیگه حالا امروز همه به شوخی و جدی مطرح میکنن، غیر از اون بحثای خیلی خیلی مهم یه سری منافع شخصی اینا دارن که اینا رو من برای شخص من جالب بود که به طور خیلی حالا چند تا نکتهش اینجا یادداشت کردم به شما عرض میکنم اگرم دیدین که خب به هر حال تکرار رو میبخشید. این اولین کاری که کرد که قطر هواپیمای 400 میلیون دلاری رو کادو داد به ترامپ که خب شما فکر کن این هواپیما مانند یه قصره، یه بوئینگ 747 ایت هست که مثل قصره، 400 و نمیدونم چند میلیون دلار قیمتش، تو بزرگ یعنی گران قیمت ترین هدیه‌ای که در طول تاریخ به رئیس دولت دادن. تو امریکا سرصدای اون رقبا بلند شد، نوشتن این 2-3 روز روزنامه همش اینا رو نوشتن و سرصدا که آقا ترامپ عصبانی شد، ناراحت، گفت نه بابا من اینو برای خودم نیست میذارم به حساب. حالا اینا بحثه، ولی پوله. اون چی که منافعش، من علاوه بر همه این بحثایی که به درستی شد میخوام اینجا اضافه کنم و اشاره به منافع شخصی بود، اینه که فرزندان ترامپ و فرزند ویتکوف خیلی جالبه، اینا به طور خیلی خیلی مشخص در قطر یک کمپلکس به اصطلاح گلف ترامپ درست کردن که پسر ترامپ که اسمش از اریک ترامپ، یکی از پسراش اونجا شریکه. یه ماه قبل دیگه در دبی، خب این پسر دیگر ترامپ همراه پسر ویتکوف همین آقایی که نماینده ترامپ هست در مذاکره با ایران، این دوتا یک شرکتی برای چیز درست کردن به نام کریپتو، به اصطلاح برای کریپتومونه، برای معاملات همین پولهای رمز ارز میگن تو به فارسی، مثل این که اینا درست کردن، خب که اسمش از ورلد لیبرتی فاینانشل. خب این پسر ویتکوف که اسمش هست استیو ویتکوف، این یک به اصطلاح توی همین جریان یک شرکت گنده‌ای درست کردن که چیز ارز، همین رمز ارزا رو اینا رو به اصطلاح اونجا معامله میکنه. اینا این دوتا پسر ترامپ و پسر ویتکوف
یک شرکت دیگه درست کردن که از طرف ابوظبی حمایت میشه. یعنی شما اصلا به نظر من که واقعا یک کمی اصلا عجیب و غریبه، مثل مافیاه. یعنی شما یه طرف یک دولت بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی و سیاسی دنیاست، دولتیه که کنار این یک دسته هایی از قوم و خویشاشون و وابستگانشون دارن به طور خیلی خیلی مشخص، این حتی شاید تو جمهوری اسلامی هم به این صراحت و آشکارا اموال چیز رو به اصطلاح اینطوری دزدی نکنن، رشوه نگیرن، اینا میکنن. بعد این عرضم به حضورتون که آره به هر حال این داستان ادامه نوشتن، این چیزهای مختلفی رو نوشته. علاوه بر این فرزندان ترا، این ماسک، ایلون ماسک، همین آقای محترم که میشناسنه ها، تو جلسه امروز جزء نفر 4 و 5 بود که دست داد با امیر عربستان در بزرگترین تالار ممکن. بله این آقا یک چیزی رو با امیر قطر با یک وارد یک به اصطلاح مشارکتی شده که 6 میلیارد دلاره که اسم سوسیته‌اش هم XAI سوسایتی. متوجه یعنی آنچنان این منافع به اصطلاح شخصی در اونجا حضور دارن و از این رانت چیز، از این رانت به اصطلاح حکومتی ایالات متحده استفاده میکنن که انسان تعجب میکنه که میگم با جمهوری اسلامی سر کار نداریم، با حکومت نمیدونم فلان چیز تو آفریقا سر کار نداریم، با پیشرفته ترین بزرگترین فلان سر کار داریم و چنین افتضاحاتیه. یعنی میخوام بگم که اینها حضورشون در منطقه علاوه بر تمام اون جنبه‌هایی که گفتیم، بستن راه چین، جایگزین شدن به اصطلاح منافعشون با منافع چین، نمیدونم و هرچه بیشتر کشیدن سرمایه های عربی، فوند سوغان های فوند سوغان عربستان 1000 میلیارد دلار الان تو صندوقش پوله. خب این رو میخواد همش بیاد تو اونجا سرمایه گذاری. علاوه بر همه این داستان ها اون منافع شخصی هستش که به نظر من نقش مهمی اون زیرمیرا داره. حالا دیگه خواستم این جنبه رو چون برای خودم جالب بود گفتم شاید برها اشاره کنم. حماد جان شما چه چیزایی میتونید اضافه کنید که بعد من نکته رو تاکید میکنم. اشاره کردم رفیقمون به کنسرسیوم در واقع غنیسازی، کنسرسیوم عربستان. دقیقاً این طرحی که عربستان داره، این موضوعی که خیلی وقت پیش هم بحثش رو کرده بودن و یکی از مواد مورد مذاکره ایران در اولین برخوردهایی که عربستان سعودی گفته بود که اگر ایران این برجام بخواد فلان بکنه و بهش اجازه بدن که این کار کنه ما میخوایم، بلافاصله در پاسخ گفته بود ما میتونیم با هم همکاری بکنیم و تمام اون دانش اتمی خودمون ما در اختیار شما میذاریم. بحث کنسرسیوم الان اگر هم مطرح بشه به نظر من میتونه به عنوان یک راه حلی که ایران رو از این وضعیت نجات بده. یعنی حالا یکی یا دو تا از اون مجموعه های بزرگی رو که ساختن رو اونا فعلا درشو گل بگیرن، ولی یکیش بره زیر نظارت مجموعه‌ای که حاضرن با هم دیگه همکاری بکنن برای بخش‌های تولید انرژی. و منم همینو خواستم بگم. دقیقاً احتمال وجود داره که ایران خودش رو در واقع پیشکش بکنه، امکانات خودش رو، برای اینکه دیگه نرن خرج اضافی کنن که بخوان یک پایگاه جدید. بفرمایید یارو هم نیاد بمبارون کنه. زیر نظر
کشورهای به اصطلاح آژانس بین المللی اتمی ما کنسرسیومی رو ایجاد بکنیم و این داستان رو ببندیم. از یک طرف جمهوری اسلامی میتونه این رو در بین نیروهای خودش بفروشه به عنوان اینکه تونسته در مقابل تمام فشارها مقاومت بکنه و تازه موقعیت برتری هم داره، رهبری در واقع استخراج اورانیوم لازم رو برای تمام کشورهای مسلمان و دنیای در واقع اسلامی پیرامون برای خودش حفظ کرده. من فکر میکنم به این در واقع تجربه‌ای که جمهوری اسلامی برای پیچوندن مردم خودش و افکار عمومی بین المللی در عرصه های مختلف، در زمینه های مختلف این سالا داشته و اینکه در مکتب جمهوری اسلامی حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی هیچ خط قرمزی وجود نداره. همونطور که ما باورمون هست که اگر جمهوری اسلامی مجبور بشه چه بسا داره و یا چه بسا سریع خودشو اعلام بکنه به عنوان نیرویی که سلاح اتمی داره و یه مشکل جدیدی رو به وجود بیاره که معلوم نیست به کجا میکشه، و یا اینکه اصلا بساط این 90%، 60%، 70%ی که همینطور تصاعدی بالا میره میاد پایین همه جوری حرف میزنن در موردش رو از در واقع خیال خودش از این راحت بکنه و بتونه به میلیاردها دلار هم پولای سپرده شده و هم امکانات سرمایه گذاری که الان بحث ها شد شروع کردن در داخل خودشون که آقا جان این بازی های غیر مستقیم و مستقیم و اینا نداره، شما یا اگه میخواین راه درست رو برین برای بقای خودتون باید برین با ارباب بزرگ. حماس الان رفت با ارباب بزرگ، اون بال دیگر جمهوری اسلامی که یمنه به راحتی بازم از طریق غیر مستقیم، ولی برای اونا به اصطلاح آبرو نمیدونم حیثیتی نیست میتونن مستقیم هم این کار بکنه، همونطور که حماس داره مستقیم این کار رو میکنه در قطر، فقط اسم طرف مذاکره کننده رو نمیبرن. الان طرف امریکایی برای اینکه در واقع اسمش بد در نره پیش صهیونیستا و بتونه یا نه در یه تجارتی چیزی با اونا شریک بشه اسمشو نمیارن، ولی واقعیت اینه هم در قاهره و هم در قطر هیچ گونه مانعی التماس میکرده حماس. جمهوری اسلامی هم یه ذره بیشتر ادامه پیدا بکنه، این دفعه گفتن که نیمه نیمه بوده، نیمیش مستقیم نیمی غیر مستقیم، ولی در آینده قطعا مستقیم خواهد شد و جمهوری اسلامی برای اینکه خودشون نگر بداره در رقابت با پروژه های رژیم چنجی که از بیرون براش هست باید بره پای نوشیدن شهد در واقع جامزه با امریکا به طور مستقیم و کنار گذاشتن همه این مسخره بازی هایی که سر مردم باهاش شیره میمالن، در حالی که تمام ارکان این نظام بچه هاشون، افرادشون، سرمایه های دزدیده شدهشون در کجاست جز آمریکا و جز کانادا و اروپا و همه کشورها. بنابراین من فکر میکنم که آنچه که جمهوری اسلامی باید ازش بترسه در این لحظه ای که ما داریم صحبت میکنیم، اگر اتفاقی نیفتاده فشارها به نتانیاهو وادارش نکنه دست به یک دیوانگی بخواد بزنه که دست همه رو بذاره تو پوست گردو که بعید نیست ازش، با این روحیه جنایتکار و این سقوط خودش رو قطعی میدونه، فکر میکنم که همچنان جنبش آزادی خواهانه مردم ایرانه که دشمن اصلی و خواستار نابودی این نظام نکبت هستش، که من امیدوارم که شر آمریکا ستیزی از سر مردم ایران با فرمول جمهوری اسلامی هر چه زودتر به هر شکل ممکن، با هر بازی که اینا در میانه هر چقدر سازش میکنن
در کنار بشه، ما بمانیم، مردممان بمانند، کارگران و زحمتکشان و نیروهای زنان و نیروهای دموکراتیک جامعه ایران بمانند و رژیم قرون وسطایی که نشانه های سرنگونیش از همون جنازه انسان نویسنده بزرگی که همین چند روز پیش روی دوش زنان بی حجاب در واقع برداشته شد و هیچ مردی رو اجازه نداد اونجا ارزش کنه. من فکر میکنم که دشمن اصلی در کمینه و اون مردم ایرانن و مبارزات مردم ایران. ممنونم حماد جان. تقی جان، فقط به عنوان آخر در 1-2 دقیقه این خبر مهمی که ترامپ میخواست بده که همه رو در انتظار گذاشته، فکر میکنید چه خواهد بود؟ والا من نمیدونم چه خبر، یعنی به نظر میاد که یه سری توافقات رو که از پیش شده یا حتی نشده، چون ما سابقه ترامپ رو داریم که گاهگاه یه چیزایی از خودش میگه، بعد معلوم میشه اون یکی طرفش از جمله مثلا پوتین یا نمیدونم طرفای دیگه اصلا خبر ندارن. میدونی این خودش میگه، بعد معلوم میشه که اونا نمیدونم چی باید گفت. من یه حدی میزنم، ببخشید، با توجه به تمام اون زمینه های مختلفی که وجود داره، من فکر میکنم یک راه حلی برای مسئله فلسطین از کانال غزه خواهد داد. من فکر میکنم که به طوری که اسرائیل رو زیاد اذیت نکنه، برای اینکه همین الان خواسته ازش که نماینده هاشو بفرسته و اسرائیل هم گفته که حالا ما نصفشو اول بگیریم، بعداً در طی مذاکره بقیه گروگانها رو بگیریم، اون وقت بگیم که آتش بس، ما جنگمون رو ادامه میدیم، یه تعدادی رو آزاد بکنن، ولی که اینو حماس و هیچ کدوم از اون طرف‌هایی که ناظر بر این مذاکرات هستند نمیپذیرن. و الان فضا اینه که این شر به نوعی آرامش پیدا کنه، کمتر بشه، حداقل فشار روی مردم فلسطین کمتر بشه. من یه جمله میگم اگه اجازه بدین. فکر میکنم که 2 تا عرصه هست دیگه، یکی همین غزه هست و فلسطین، شاید انونسی در این باره باشه، یکی دیگه هم داستان ایران هست که بالاخره باید یه جوری، اگر ایران، دولت ایران، من ایران میگم دولت ایرانه، منظورم دولت جمهوری اسلامیه، اینا بتونن ظاهر رو حفظ بکنن و خب بالاخره همطور که هممون میدونیم آنچنان جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادی و تحریم ها و غیر و ذالک هست که اصلا نفس نمیتونه بکشه. بتونه حفظ ظاهر رو بکنه و بتونه به هر حال یه جوری، حالا در چارچوب همون توافق با عربستان یا شکل دیگه‌ای، بتونه به حیات به اصطلاح نهنگین خودش ادامه بده و برای یک مدتی که نمیدونیم چقدر هست. همین. ممنون، سپاس از شما تقی تام و حماد شیبانی عزیزم. ممنون از تو به خاطر فرصتی که دادی. من از شما سپاسگزارم. ممنون از شما که این برنامه نظرات و انتقاداتتون رو لطفاً برای ما بفرستید. شاد و سلامت و پیروز باشید. درود.